Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la leçon 11. سلام دوستان، در خدمتون هستم با آموزش درس 11 leçon 11 صفحه 38 پشت کواندویت از کتاب تاکسی. امیدوارم که تا این لحظه ویدیوهای قبلی رو دیده باشین و حسابی هم تمرین کرده باشین و آماده برای یادگیری درس 11 باشید. دوستان اگر هم که این آموزش ها براتون مفیده، لطفاً با لایک و کامنت من رو همراهی کنین و به من انرژی بدین که من با انرژی خیلی بیشتر بتونم درس ها رو براتون ادامه بدم. من بهتون قول میدم کسایی که علاقه‌مند به این زبان هستن، اگر که ویدیوها رو از اول دنبال کنن، روی هر ویدیو چند بار تمرین بکنن، دیگه اصلا نیازی به کلاس بیرون نخواهند داشت. چون خیلی از آدما هستن که به خاطر مشغله کاری نمیتونن بیرون کلاس ثبت نام بکنن. با همین ویدیوها شما فرانسه رو میتونین تکمیل بکنین. حالا در پایان این ترم من یکی دو جلسه براتون فقط مکالمه میذارم و بعد میریم سراغ ترم جدیدمون. خب بریم که درس رو با هم دیگه شروع کنیم. پاژ 38 صفحه 38 leçon 11 bon voyage. bon voyage به معنای سفر بخیر هست. دوستان من هر پاراگراف رو براتون میخونم و سعی میکنم آروم تلفظ بکنم که شما متوجه بشین و معنیشم براتون میگم. bon voyage. Bien. Alors, le premier jour, vous partez de Paris et vous arrivez à l'aéroport de Fort-de-France. اینجا دقت کنید دوستان، ما اینجا وو عقیوه داشتیم که میایم اینجا لیزون میکنیم، میگیم vous arrivez à l'aéroport de Fort-de-France. bon voyage به معنی سفر بخیر. bien. خب اولین روز شما پاریس رو ترک میکنید و به فرودگاه فورت فرانس میرسید. این معنیش همینجا بود. Là vous prenez un bus jusqu'à votre hôtel, la Marina, à l'ouest de Lille. دوستان دقت کنید که کلمه هتل اینجا اشی که ما داریم نوشته میشه ولی خونده نمیشه، در اصل هیچ صدایی نداره و ما میگیم هتل، یعنی از او شروع به خوندن میکنیم. On est au bord de la mer. Oui, c'est un hôtel à côté de la plage. Votre chambre a une terrasse en face de la mer et il y a une salle de bain dans la chambre. Oui, bien sûr, monsieur. Une salle de bain, la téléphone, la télévision et l'air conditionné. Et dans l'hôtel, vous avez 2 bars, 2 restaurants, des boutiques et une piscine. Ah, c'est parfait. Et on visite Lille aussi. Oui, en hélicoptère, vous allez aussi en bus à Fort-de-France et à Saint-Louis, au sud à la montagne Pelée, et à Saint-Pierre, au nord à bien sûr visiter le musée Gauguin. À côté de votre hôtel, c'est très sympa. خب دوستان این تلفظش بود، من معنیشم براتون میخونم. اینجا که میگه که سفر بخیر، خب اولین روز شما پاریس رو ترک میکنید، به فرودگاه فورت فرانس میرسید. آنجا تا هتلتون لامرینا که در غرب جزیره است یه اتوبوس میگیرین. غرب اینجا هستش. بله، هتل کنار پلاژ هست. اتاق شما یک تراس رو به دریا داره. بعد اینجا سوال میکنه که آیا حمام در اتاق خواب هستش؟ بعد میگه بله مسلماً آقا، یک حمام، تلویزیون، تلفن و هتل شما 2 تا بار داره، 2 تا رستوران داره و چند تا بوتیک و استخر دارید. تا اینجا ببینید اینجا پیسین به معنی استخر، بوتیک داره، رستوران داره. بعد میگه از پخفه. خب فوق العاده است. از پخفه به معنای خیلی عالیه. از جزیره هم دیدن میکنیم. بعد میگه بله با هلیکوپتر، همچنین با اتوبوس به فورت فرانس میرین و به کوهستان در شمالش میرین. حتما از موزه گوگن کنار هتلتون هم دیدن کنید که خیلی
جالبه. ستخ سمپا، ستخ سمپا هم باز به معنای خیلی خوب و جالب و دیدنی هستش. خب دوستان، شما همین یه تیکر میتونید یکی دو بار گوش کنید و کلمات و تلفظش رو دقت کنید تا خودتونم دیگه به روخونی مسلط بشین. من قبل از اینکه صفحه کتاب رو براتون بذارم که اون قسمت گرامرش هستش، میخوام یه ذره شما رو با گرامر این درس آشنا بکنم. گرامر این درس در مورد کاربرد سه هستش که اینجا من براتون چند تا مثال گذاشتم. دیت به معنای بگویید، ندیت په به معنای نگویید. من اینجا درستش رو نوشتم، جمله درست و جمله بندی درست و اینجا هم اشتباه نوشتم به خاطر اینکه شما بتونین مقایسه کنید کدوم درسته. اینجا ما فرمولی که داریم سه پلوس به علاوه یعنی adjective صفت. ما اینجا سه رو به علاوه صفت میخوام در قالب یه جمله استفاده بکنم. پس دیت ما میگیم سپخفه، سپخفه، پخفه صفت هست، adjective ما هستش و به علاوه سه ما جمله بندی اینجوری میگیم در مورد یه چیزی که میخوایم ازش تعریف کنیم. این اشتباهه که ما بیایم بگیم ایله پخفه. نه، ندیت په ایله پخفه، نگین ایله پخفه. اگر میخواین استفاده کنین از سه و adjective به این صورت باید استفاده کنیم که بگیم سپخفه. جمله بعدی که داریم سموا، سموا یعنی این که این منم. سموا. ندیت په اشتباهه که بگیم ایل موا، ایل موا اشتباهه. اینجا ما چه فرمولی داریم؟ سه پلوس خونم تونیک. ما وقتی میخوایم خونم تونیک رو با سه استفاده بکنیم جمله به این صورت میشه. میگیم سموا، این منم. شما مثلا یه جا زنگ میزنین، تلفن میکنین، مثلا طرف شما میگه شما که هستین؟ میگی سموا سحر، منم سحر. پس ما این جملهمون اشتباه. ندیت په نگویید ایل موا، بگید سموا. جمله بعدی که داریم فرمولمون اینجا هست سه پلوس اختیکل پلوس نوم. پس سه به علاوه اختیکل و نوم که میشه این جمله. دیت بگویید ستن اوتل، این یک هتله. ستن اوتل، این یک هتله. ندیت په نگویید ایل ان هتل، ایل ان هتل. این اشتباهه. وقتی که میخوایم بگیم این یک هتله ما میگیم که ستن اوتل، ان که اختیکلمونه، هتل اسممونه، سم که اینجا ما داریم. خب دوستان، من این قسمت کتاب رو میخواستم بگم گرامر. الان ما باهاش یه مقدار آشنا شدیم. سه میخواد کاربردهای سه رو براتون بگه. سه پلوس لیو یعنی سه به علاوه مکان که پر اگزامپل ما میتونیم این جمله رو استفاده کنیم. فرمول بعدی سه پلوس اختیل پلوس نوم که ما یه مثال قبلش داشتیم. مثلا میگیم ستن اوتل او بوق دو لپلج. ستن اوتل سه پلوس اختیل و نوم اوتل. فرمول بعدی که داریم سه پلوس adjective میشه سه پخفه، پخفه، یا مثلا سه سمپا، سمپا. اینا همه صفت هستن، adjective هستن که ما میتونیم به این صورت استفاده کنیم. قسمت بعدی گرامر کتاب این قسمت هست ل پرپوزیسیون دو لیو. ما میخوایم ببینیم که مثلا اونوق سود دو برای شمال، جنوب، غرب، شرق چجوری باید استفاده کنیم. ما میایم اینجا مثلا میخوایم بگیم در مورد نیس که کجای فرانسه هستش. پاریزام نیس سود دو لا فرانس. ما میایم چیکار میکنیم؟ اون شهر رو مینویسیم و فعل اتخو استفاده میکنیم. اینا حرف اضافه‌ای میشه که برای مکانها و جهتها استفاده میکنیم. این یه قسمت در مورد اون توضیح داده. من قبلا در مورد ضمایر بهتون توضیح دادم. جو، تو، ایل، ال، نو، وو، ایل، ال. ولی ما اینجا یه اشاره کوچولویی تو فکر میکنم جلسه سوم یا چهارم بود براتون کردم که ما یه ضمیرم به نام اون داریم که بعداً در موردش صحبت میکنیم کم کم، البته که چه کاربردی داره. اون به معنای نو میتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه بگیم ما به سینما میرویم از نو استفاده کنیم، میتونیم به جاش از اون استفاده کنیم. یعنی اون میتونه جایگزین نو بشه. مثلا اینجا اون ویزیت، اینجا میتونست نو ویزیت هم بگه، ولی خب اومده اونو به جای نو استفاده کرده و هیچ مشکلی هم نداره.
حالا یه کاربرد دیگه هم که اون داره اینه که اون لژان به جای مردم هم صحبت میشه. مثلا میخوایم بگیم مردم فلان شهر این کارو میکنن، ما باز هم اونجا میتونیم به جای اینکه لژان بگیم مردم بگیم میتونیم از اون استفاده بکنیم که اینجا پرگزام مثالش هم زده. مثلا ببینین میخواد بگی اون پخت فرانسه، اینجا باید در اصل کلمه لژان بوده، به جای لژان اومده از اون استفاده کرده. پس ما فهمیدیم اون ضمیر اون دو تا کاربرد داره، هم میتونیم به جای نو ازش استفاده بکنیم، هم میتونیم به جای مردم صحبت کنیم، یعنی یک جمعیتی، یک سری آدم میتونیم در مورد اونا صحبت بکنیم. الان اینجا میگه در این شهر مردم فرانسه صحبت میکنن، فرانسوی صحبت میکنن. خب دوستان، تمرینای کتابه که من براتون ترجمهش رو نوشتم و حل تمرین ها رو هم گذاشتم. فقط لطفا خواهش میکنم که قبل از اینکه شما تمرین ها رو از اینجا ببینید خودتون قبلش حل بکنید و بعد بیاد اینجا با جوابای من تطبیق بدین که متوجه بشین کجای کار رو شما درست حل کردین، کجا رو اشتباه. الان این سوالی که یکی که ما داریم سه او، به نقشه صفحه 143 نگاه کنین، بگین که جزیره مارتینیک کجا واقع شده و اینجا توضیحش رو بدین. منظور از این سوال این بوده که شما مسلط بشین به شرق و غرب و شمال و جنوب که بخواین یک کشور یک شهر رو توصیف بکنین. دومین سوالتونم که اینجاست، من باز جواباشو براتون نوشتم و میریم صفحه بعدی. سوال 3. اینجا شما باید این جملات این قسمت بالا رو به پایین ربط بدین که ببینین کدوم مربوط به این جمله هستش که من باز جواباشو اینجا براتون نوشتم که شما خودتون تمرین کنین بعد بین ما این تطبیق بدین. این سوال 4 هستش که از ما چه خواسته؟ میگه کمپلت لفخنس avec un، میگه پر کنید، تکمیل کنید جمله رو با این کلمات و اینایی که من به شما دادم، همون جهت هاست، شمال، جنوب، رو، داخل، شرق، غرب. شما میگه با توجه به این جملات شما بیاین از اینا استفاده کنید و تکمیل کنید که من اینجا جواباشو براتون با قرمز نوشتم. مثلا اینجا ایلوون مقسی، ما داریم در مورد یه شهر صحبت میکنیم که پس میگیم از حرف اضافه استفاده میکنیم. یا اینجا مثلا میخواد بگه که اونه دان ان هتل، میخواد بگه که ما داریم در داخل هتل، ما میگیم از دان استفاده میکنیم. خودتون نگاه کنید ببینید که به کدوم سوال بیشتر ربط پیدا میکنه و درست‌تره و جایگزین کنید. کل هتل شوازیر، چه هتلی انتخاب میشه؟ معنی سوال 5 هستش. یا اینکه جمله بعدیمون یکمون چه تفاوتی بین دو هتل هست، یا مسئول آژانس چه توصیه میکنه و چرا. شما در مورد اون متنی که داشتین ببینید بتونین مثلا از طریق اون جمله بندی کنید و توضیح اینا رو بدین. سوال 6 تونم که ازتون میخواد یه شهر یا یه ناحیه، یه منطقه‌ای که خوب میشناسین برای رفتن به اردو به دوستانتون معرفی کنین. مثلا بگین در دریاچه وجود داره در اون شهر یا چیزهای دیگه، قشنگ بتونین رو توصیف کنید و جمله بندی بکنید. دوستان ازتون خواهش میکنم حتما تمرینای این درس رو انجام بدین که چون قویتون میکنه تو اینکه شما بتونین جمله بندی کنید و تمام افعال و حرف اضافه ها رو و ارتیکلا رو درست سر جای خودش بذارید. سوال آخرمونم که پرونونسه تلفظ هستش که شما اگر کتاب رو تهیه کرده باشین میدونین که یه CD داره که مربوط به تمرین کتابه و تو اون تلفظ درست رو براتون هی گفته. اینجا هم گفته اکوته اقپته، اکوته یعنی گوش کنین، قپته یعنی تکرار بکنین. مثلا اینجا سوال 1 par exemple nous allons à la plage vous êtes à pied vous allez à l'hôtel vous avez une chambre visitez à pied. شما اینا رو اگر که میگم اون سیدیشو اون فایل صوتیشو دارین حتما گوش کنید و تلفظا خیلی خوب براتون تمرین میشه که تلفظا رو خوب یاد بگیرین.
خب دوستان این درس دیگه تا الان دیگه چیزی نداره که ازش گرامر و اینو من براتون توضیح بدم. تو جلسه آینده یه سری تمرینات خارج از کتاب میخوام براتون بذارم و یه سری جمله بندی، یه سری در مورد یه سری نکات گرامری ریز میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم و جلسه بعدش میریم سراغ درس 12مون. بونکو قش موفق باشید.